دومین شب شعر وحدت سرزمین برادری به زبان هنر و با هدف تقویت هرچه بیشتر انسجام اقوام ایران زمین در گرگان برگزار شد. شعرهایی که خونده میشه با مضامین وحدت و برادری بین اقوام و مذاهب است که در جمهوری اسلامی زندگی مسالمت آمیز رو در کنار هم برادرانه دارن و در واقع جهان اسلام کوچیک رو ما در ایران اسلامی داریم. در این شب شعر 13 شاعر از 6 استان کشور و 2 شاعر افغان اشعار خود را ارائه کردند. راز شکوهمندی دریا جماعت است. پیروی از پیامبر گرامی ما و سخنان ایشان و بزرگان دینی ما میتونه این اتحاد رو قوی تر کنه. از علاماتش ببین چون آفتاب روشن است شب کردنی این مافتاب. هر مسلمانی که این بینیش داشته باشه و اگر بفهمه که نفاق و اختلاف چقدر ما را ضعیف میسازه، چقدر در مقابل دشمنی اصلی ما را آسیب پذیر میسازه، هیچ وقت دست به اختلاف نمیزنه. برگ و گل، پروانه، بلبل، کوهساران رفیع، جملگی در هیئت تسبیح خودکار از تو است. برای دستیابی به اهداف سترگ دیگری که از جمله آنها تحقق تمدن نوین اسلامی است، میتونه در راستای همین ثمرات و دستاوردهای وحدت و انسجام اسلامی تعریف بشه و آن رو دید. هفته وحدت پیام‌آور صلح، همدلی و دوستی پیروان راستین مکتب انسانساز اسلام ناب محمدی و تجلی اتحاد مذاهب ایران است. محتوای فرهنگ اقوام ایرانی ریشه‌ای مشترک برگرفته از انسجام درونی و عشق به میهن دارد که این وحدت سالهاست حافظ استقلال ایران و ایرانی است. میرحماد سیررحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.